سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. دوستان اول ویدیو عذرخواهی میکنم به خاطر صدایی که دارم، چون چند روزی هست که مریض شدم و صدام گرفته، ولی چون ایردراپ امروز بسیار معتبر و با ارزش هست خواستم ویدیوش رو براتون آپلود کنم تا ازش جا نمونید. خب ایردراپ با ارزش و حالا معتبری که گفتم ایردراپ یونی سواب هست و فکر نمی کنم که کسی در حوزه کریپتو کار کرده باشه، فعالیت کرده باشه و صرافی غیر متمرکز یونی سواب رو ندونه و یک پروژه بسیار بزرگی هست و الان هم میخواد ولت خودش رو لانچ کنه. در قسمت اندروید هنوز لانچ نشده و شما با شرکت داخل این قسمت میتونید در وایت لیست این ولت قرار بگیرید و اگه احیانا در آینده ایردراپی رو برگزار کرد ازش بهره‌مند بشید و یک سودی هم شما دریافت کنید. و شرکت کردن داخل ایردراپش هم خیلی آسونه، فقط یه ایمیل ثبت میکنید و منتظر میمونید تا اطلاعیه از قسمت ایمیل براتون حالا ارسال بشه. در زمانش حالا من میام و ویدیوی آموزشی براش آپلود میکنم، نگران این قسمتش هم نباشید. خب دوستان، قبل از اینکه بریم حالا توضیحات ایردراپ رو بدم، همین الان 1 ثانیه از وقتتون هم نمیگیره، روی لایک کلیک کنید و ویدیو رو لایک کنید. اگه این کار رو انجام بدید حمایت خیلی خیلی بزرگی از من کردید و اگه کامنت هم بذارید که دیگه گل کاشتید. اگرم حالا میخواید میتونید کانال رو سابسکرایب کنید، حتما رو زنگولش هم کلیک کنید و رو حالت عالی همه قرار بدید. اگه این کار رو نکنید عملا هیچ نوتیفیکیشن و ایمیلی حالا اعلانی دریافت نمی کنید و ویدیوهای آینده رو از دست میدید. دمتون گرم. بریم سراغ توضیحات ایردراپ. خب دوستان، تنها کاری که شما باید انجام بدید تا داخل این ایردراپ شرکت کنید و در قسمت وایت لیست قرار بگیرید، ایمیلتون رو در این قسمت وارد کنید و روی ساین اپ کلیک کنید. تمام، هیچ کار خاصی نیاز نیست که دیگه انجام بدید. من این کار رو انجام میدم. خب بعد از اینکه حالا ایمیلتون رو ثبت کردید، یک ایمیلی براتون ارسال میشه که توضیح داده که شما در قسمت وایت لیست ولت یونی سواب قرار گرفتید. خب لینک ایردراپ همراه با حالا لینک کانال تلگرام داخل کامنت ویدیو آموزشی پین شده. حتما داخل کانال تلگرام هم عضو باشید. تمامی اطلاع رسانی ها اول داخل کانال تلگرام انجام میشه. نکته خاصی نمونده که من بخوام در مورد این ایردراپ توضیح بدم. امیدوارم ویدیو مورد پسندتون بوده باشه. اگه مورد پسندتون بود سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار.